کارمندان ریاست منطقوی گمرکی در ولایت سوخت ضمن عملیات مخصوص سنه 11 نوامبر سال روان در دیدبانگاه گمرکی فاتح آباد автомашини тамғаи камаз را با گمان وارد غیرقانونی محصولات آذوقه، گوشت یخ کرده و قیمه مرغ بازداشت نمودند. در این ماشین بارکشان به طور رسمی واردات مالهای خواجگی و روزگار از جمله 69 عدد گرمکنک برقی، 481 عدد ظرفها و 30 عدد قوطی‌های پلاستماسی نشان داده شده است. مال و محصولات به نام نماینده وکالتدار جمعیت دارای مسئولیت محدود بازار سفریان ناحیه اسپیتامن معروف دانیار بهرونویچ انتقال یافته است. ولی عملیات مخصوص و کاردانی و مهارت کارمندان شعبه مبارزه بر ضد حقوق ویرانکنی‌های مأموری ریاست منطقوی گمرکی در ولایت سوخت آشکار نمود که نماینده جمعیت دارای مسئولیت محدود بازار سفریان ناحیه اسپیتامن دانیار معروف اصلا میخواست به حجم کلان گوشت یخ کرده مرغ و قیمه مرغ را به طور قاچاق بدون نظارت گمرکی پنهانی از نظارت گمرکی به حدود جمهوری انتقال دهد و وارد نماید. هنگام گذراندن معاینه گمرکی کارمندان شعبه مبارزه بر ضد حقوق ویرانکنی‌های مأموری ریاست منطقوی گمرکی در ولایت سوخت آشکار نمودند که در داخل автомашини بارکشان در 1113 قوطی‌های کارتونی گوشت مرغ هر کدام با وزن 15 کیلوگرم در مجموع 16695 کیلوگرم گوشت یخ کرده مرغ استحصال شتات‌های متحده آمریکا و در 192 عدد قوطی‌های کارتونی گوشت قیمه کرده شده مرغ استحصال دولت ترکیه موجود است. موافق خلاصه فیلیال مرکز اکسپرتیز و سودی و کریمینالیستی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت ارزش 1 کیلوگرم چنین گوشت یخ کرده مرغ استحصال شتات‌های متحده آمریکا 30 سومونی و ارزش 1 کیلوگرم گوشت قیمه کرده شده مرغ استحصال دولت ترکیه 25 سومونی بوده. ارزش گوشت یخ کرده مرغ 534240 سومونی و ارزش قیمه مرغ 48000 سومانی بوده. در مجموع مبلغ محصولات گوشتی با راه قاچاق وارد گردیده 582240 سومانی را تشکیل می‌دهد. طبق خلاصه تشخیص کمپلکسی مرکز تشخیص آذوقه‌واری کمیته بخطری آذوقه‌واری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت این مقدار محصولات گوشتی 16695 کیلوگرم گوشت یخ کرده مرغ، 1920 کیلوگرم گوشت قیمه مرغ از روی نتیجه‌های تشخیص بیوکیمیایی، کیمیایی و باکتریولوژی و طلبات بخطری حیات و سلامتی انسان جوابگو نبوده استعمال آن به سلامتی آدم خطرناک حسابیده می‌شود. اما نماینده جمعیت دارای مسئولیت محدود بازار سفریان ناحیه اسپیتامن معروف دانیار بهرونویچ بدون نظارت گمرکی پنهانی از نظارت گمرکی با راه فریب استفاده کردن حجت‌ها با راه دکلاراسیون نکردن و مقدار کلان این محصولات برای حیات و سلامتی انسان خطرناک را انتقال و وارد کردنی شده است. نسبت معروف دانیار بهرونویچ با ماده‌های 289 قسم 2 و 209 قسم 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در ریاست منطقوی گمرکی در ولایت سوخت پرونده جنایتی آغاز و از روی تابعیت تفتیشاتی به پروکراتور ولایت سوخت فرستاده شد. آشکار و بازداشت نمودن این مقدار کلان گوشت یخ کرده مرغ و قیمه مرغ بازار داخلی را از این محصولات منع کرده شده و خطرناک حفظ و احتمالیت به فروش برآوردن و تیار کردن تمام را از آن پیشگیری نمود. همچنین این عملیات مخصوص کارمندان ریاست منطقوی گمرکی در ولایت سوخت حفظ منفعت‌های اقتصادی و استحصال کنندگان وطنی میباشد.